سلام به گرمای آفتاب خدا و درود به پهنای آسمان نثار همه شما عزیزان باد. آرزو دارم جور، صحت، سلامت و سرحال باشین. بازم با پیشکش نمودن برنامه پیغام از ارگان نشراتی افغان اکادمی در خدمت شما قرار دارم. آرزو داریم در هر کجایی که هستین بیننده برنامه ما باشین و با نظریات، انتقادات و پیشنهادات سالمتان جهت بهبود یافتن کارهای ما مشوق ما باشین و همکار همیشگی ما. طبق معمول در این برنامه بازم یک مهمان را با خود دارم. البته این مهمانم یک چهره شناخته شده است که نه تنها افغانای ما بلکه غیر افغانها نیز با چهرهشان، با کار کرده، با فعالیت ها، با جسارتی که اینا دارن آشنایی کامل دارن. بله دوستای عزیز، بیشتر شما رو در انتظار نمیمانم. مهمان برنامه ما خوشبختانه فهیمه جان سرفراز هستند. فهیمه جان بسیار خوش آمدین به دفتر افغان اکادمی. در قدم اول سلام عرض میکنم خدمت شما تمام بیننده‌های عزیز. امیدوار هستم که لباس عافیت در تن داشته باشند و خوب سلامت باشند. تشکر جهان سپاس از اینکه دعوت کردین و خواستن گفتنی های من رو بشنوین. بسیار تشکر فهیمه جان. در بسیار یک وقت کم از فهیمه جان البته ما خواستیم، ازشان خواهش کردیم که صدای یک همجنستان در زمین ننداختین، حاضر شدین، خودتان به دفتر آمدین، به استودیوی ما آمدین. واقعا بر ما بسیار گپ کلان و جای افتخار است. فهیمه جان نازنین، میشه روند برنامه هم یک قسم است که در شروع مهمان برنامه ما خودش خودم معرفی میکنه. تا جایی که من معلومات دارم شما یک ورزشکار هستین، شما یک ژورنالیست هستین، یک خانم هستین که فعال حقوق زن بودین و فعلا هم هستین و همچنان اولین خانم هستین که بعد از رژیم طالبان شما تانستین که سند رانندگی را به دست بیارین و رانندگی کنین در شهر کابل. بهتر از خودتان یک کم بیشتر در رابطه با خودتان صحبت کنین. بله، خب فهیمه هستم، فهیمه سرفراز و یکی از اشخاصی که واقعا خیلی میخوایم که تلاش دارم که بخوایم مبارزه کنم بر حقوق زن و مبارزه علیه خشونت. حالا ما یک جنسیت مشخصی را نمیگم، حالا در کل خشونت و فعالیت هایی که ما در افغانستان داشتم. خواهم رقم که گفتین، یعنی از شروع ما تقریبا از سن 18-19 سالگی یعنی همه تا دوست داشتم که در بین اجتماع باشم، دوست داشتم کارهایی که یعنی خیلی عادش حراس دارن و انجام نمیتن ما به او اقدام بکنم. در زمانی که ما تازه از کشور ایران سفر کرده بودیم به افغانستان، شاید حدوداً 18 سال، شاید زیاد نبود که تازه دولت طالبان سقوط کرده بود و رانندگی کردم و خلاصه به عنوان اولین خانومی که لیسانس گرفته بودند در زمان بعد از طالبان ما ثبت ترافیک شده بودم و ایرا بعداً مثلا پیش خودم میگفتم آفرین که یعنی همینجوری واقعا آفرینتان. ترس اصلا زیر پا گذاشتی و رفت. چی احساس میکردین وقتی که در جاده های کابل، شما در سرک های کابل رانندگی میکردین، با برخورد هموطنای ما چه قسم شما مواجه میشدین؟ چه قسم استقبال از شما میشد فهیمه جان؟ خب در حقیقت خب یک خانم دیگه هم بود که رانندگی میکند ولی اونا به خاطری که میگفتن نه بر ما خطر پیش میشه، ما گاهی میریم بیرون، نمیخوایم بریم ثبت ترافیک شیم یا امتحان بدیم. ولی ما خب همون زمان ما رفتم امتحان دادم ولی بعدا متوجه شدم که اولین خانمی هستم که من اینجا ثبت شدم. و خب در اوایل خاص شرایط افغانستان بر خودتان بیشتر معلوم است که چرا شرایط مشکل است بر خانم‌ها. یا کم حال فکر میکنم شاید ما تقریبا 3 سال از 2 سال از افغانستان نرفتیم، یا کم حال عادی تر شده ولی اون زمان واقعا خیلی دشوار بود، سخت بود. یعنی یک وضعیتی بود که واقعا چون زن ستیزی بود و از نگاه مردم به حساب رانندگی یک چیز خیلی بد و یا نام خیلی زشتی میمانن سرش که زن اونجا به حساب خانم رانندگی بکنه. ولی خب گزاره میکردیم دیگه، چون دلم میخواست، یعنی یک حسی بود که باید ما یک کار انجام بدم و همیشه خانم‌ها رو تشویق میکردم که آسان است، راحت است، برین
رانندگی یاد بگیرین، لیسانس بگیرین و خودتان سرپای خود باشین، خودتان بر خودتان شخصیتی باشین. ضرور نیست که شما چشم انتظار مرد باشین که مثلا شوهرتان بیا شما را یک جایی بره یا از اونجا بره. میتونین خودتان این کار انجام بدین. در ایران هم شما رانندگی کرده بودین یا نه؟ در افغانستان که آمدین باز به می تصمیم گرفتین که باید شما رانندگی کنین؟ نه خیلی در ایران اصلا رانندگی نکرده بودم، چون که اون شرایط دیگه بر افغانا از خود افغانستان که سخت‌تر از اولین باره که عقب اشترینگ نشستین چه احساس کردین؟ احساس و غرورت من کردین که یک خانم افغان هستم؟ البته من در اوایل وقتی که دوره یاد گرفتن بود به حساب شوهر مرا یاد میداد، شوانه یاد میداد، برای بایی که خیلی فشار می آورد، خیلی تحقیر میکرد، ولی خب ما دوست داشتم که یاد بگیرم، یعنی فشار می آوردم باید من یاد بگیرم می کاره. ولی وقتی که رفتم امتحان بودم، جالب was یادم میاد که یک کسی از دوستا هم به حساب کمک کرد، همکاری کرد که ما بتونیم بریم امتحان بودم، به خاطری که به حساب سرای ما مشکل تراشی میکردن، گاهی میگفتن رخصت از، گاهی میگفتن نزدیک سال نو است ما نمیخوایم این کار انجام شه، ولی خدایی که اونا همکاری کردن و ما رفتم امتحان دادم و خیلی یعنی احساس غرور میکردم و میگفتم من زن افغان دارم، درایو میکنم، رانندگی میکنم و رفتم مثلا به یک حس خاصی رفتم لیسانس من گرفتم. بسیار عالی. میشه که دوستان عزیز به خاطر از اینکه برنامه ما خودمانی باشه، دو همجنس هستیم و دو همکار رسانه‌ای هستیم، به خاطر که فهیمه جانم ژورنالیسم خواندن، بر ما همکارای تکنیکی ما طرف مامت خوب سعی میکنن که یعنی بر پروین خدا داد دیگه که حال هم جنسش در برنامه و هم مسلکش. فهیمه جان، اولین موتر را که شما بعد از اینکه شما سند درایو لیسانس میگیم که به دست آوردین، اولین موتر که درایو کردین چه قسم موتر بود رانندگی کردین میبخشید؟ من اولین موتری که داشتم موتر رفور کانادایی بود. خب بله، اتفاقا رنگ نقره‌ای داشت فکر میکنم، یعنی اونجا حتی مردم نمیتونستن از اون موتر داشته باشن و من خیلی جالب است که زمستان بود. خب از ترور نشدین؟ خب اینا خواسته به خاطر موتر؟ نه مجبورت داشتم کس نتونم من ترور کنم. بله. باز وقتی که میرفتم یخبندان بود، یادم میاد حالا همون سالش بود یا سال بعد زمستان بود، وقتی که درایو میکنم خب موتر بلند بود دیگه قدر یعنی باش مشکل پیش نمیاد. وقتی که موترای خوردم میدیدم که در زمستان یخبندان میلخشید داخل جوی و اونا سر ما پرزه میرفتن که واسه خانم هستم استاد میکنم میگفتم حقتان است. همین رقم خوب است که شما افتیدن داخل جوی که این موترایتان یعنی به خاطر پرزه میگین دیگه. اونا چون پرزه میرفتن من باید جوابشون میدادم، کسی که پرزه بره باید من جواب شد. خب یعنی حاضر جوابم هستید. خدا خیر من پیش کنه در برنامه دوستای عزیز که دیگه. و اون خاطر خیلی برام لذت داشت، لذت بخش بود که این کارم میکردم. یعنی اونا رو میدم داخل جوی رفتم هم راحت از پیشان میرفتیم. بسیار خوب. خب پرزه گفتن ها خود در افغانستان فکر کنم که عالم باشه، او یک رواج است که خداوندی فرهنگ ناپسند از بین مردم ما انشالله رخت سفر بسته کنه و بره دیگه که به هر کس میفهمه. مثل در خارج دوستای عزیز میخوایم شاید در این رابطه همکارای ما بر شما یک برنامه هم داشته باشن، من بیشتر در این رابطه نمیخوایم صحبتای داشته باشم که در بیرون از افغانستان در مجموع مثلا ما در دیگه کشورام زندگی کردیم فهیمه جان، در کشورهای دومی مثل پاکستان، ایران یا تاجیکستان، مردمشان قدر که پرزه گفتن در افغانستان زنده باشه دوستای ما زیاد است، در دیگه کشورها قدر نیست. خب فهیمه جان، قبلا ما گفتم خبرام داشتم چون از طریق رسانه هم زیاد همکار دوستای ما شنیدن، شما اولین وزنه‌بردار خانم هستین در افغانستان که شما ورزش وزنه‌برداری را اگر اشتباه نکنم شما انجام دادین و ترینر فتنس بودین، جیم داشتین. آیا این فهیمه سرفراز چی آتش بوده که همیشه خواسته که با شعله‌ها بازی کنه؟ بله، من دوره‌ای که من کلاب داشتم، جیم داشتم، جیم ورزشی، یعنی یک خانم دیگه هم بود از ناحیه سمت مکرویان کلاب داشتن اونا که من از اونجا تمرین شروع کرده بودم، با اونا تمرین میکنم. خیلی خانم مهربان خوبی بودن.
و بعد از او که ما همون مسیر خیلی طولانی بود که ما از کارت 4 به مکرویان میرفتم هر روز بر تمرین، یعنی سایه خیلی طولانی بود. با من خودم تصمیم گرفتم که خودم کلاب درست بکنم، جیم درست کنم، گرچه مخالفت های فامیل یعنی از طرف مادرم، اینا فامیل های مادری به حساب زیاد بود، ولی خب ما همیشه اونا میگن فایما یک کاری که تصمیم بگیر حتما انجامش میده دیگه. بله دیگه من این تصمیم گرفتم و جیم در سایه کارت 4 یعنی بعد از او جیمی که از خانم بود، اول بعد از ما بودم به حساب دستانت کلا افغانستان و ولی ثبت المپیک اولین جیمی که بود از ما بود. از خانم ثبت نبود ولی من خواستم ثبت المپیک بکنم. با چه تعداد شاگردها آموزش میدن؟ کدام رشته های ورزشی را؟ خب در اوایل خب ثبت بخش فتنس بودیم با، حالا داشتم 100 200 300 گاهی وقتا کم زیاد، یعنی خیلی خوب با آید هم داشته دیگه. بله خوب بود، آید خوب، درآمد خوب بوده. آید ما در اوایل خیلی خوب بود، یعنی تا زمانی که باز بعضی مشکلات پیش آمد که باز ما جیم بسته کردیم دیگه. دمی جریان خواستم ما یکی از استادا نامشون یادم نیست، اونا ما تشویق کردن که به حساب وزنه برداری، یعنی قد بلند است اکثرا در حال یعنی بله دوستان عزیزین همه شاید هستین میبینین که من پیش فهیمه جان دیگه معلوم میشم در کمره دیگه گفتن که بیا بهتر است که یعنی ما علاقمندی را داریم که تو بیای باز وزنه برداری. باز من اتفاقا مدرکشم گرفتم، من نمیفهمم هست پیشم یا نیست دقیق نمیفهمم، و اولین خانومی که کلا فعالیت داشت در وزنه برداری و اسناد چه گرفتم ما بودم. تا چند کیلو وزن برداشتیم؟ اول یک مسابقه که ما انجام دادیم همراه چند تا خانمای دیگه بودن، دقیق یادم نمیاد، تا 100 خورده ای رو رفتیم ما که آخر همون استادی که بود رئیس فدراسیون صدازت خانم فهیمه بلیاز خدا که نکنیم گریه عیبی میشن نه قدر وزن زیاده که باز همونجا استاپ کردیم. یکی دو تا خانمای دیگه بود که اونام بودن خیلی خانم مهربان بود، امیدوار هستم که بتونم یک روز اونا رو پیدا کنم ببینم ان شاء الله. فهیمه جان قبلا هم گفتم که شما دوستان عزیز بازم یک شوخی باید بکنم، فهیمه جان همیشه با آب و آتش بازی کرده. مسلک ژورنالیسم یک مسلک بسیار پر از خطر است، خصوصا در افغانستان. یعنی یک ریسک کلانه، به خصوص یک دختر خانم یا یک خانم میگیره که شامل این مسلک، خصوصا در شرایط فعلی افغانستان. شما بازم آمدین به ژورنالیسم رو آوردین، مسلک ژورنالیسم. از این بگوین که چی باعث شد که خواستین یک ژورنالیست باشین؟ خب همینطور که گفتم، یعنی من کلا کارهایی که یک شور و جنجال و ایناش زیاد باشه در کل دوست دارم، خوش دارم. یعنی تا کاری که مثلا دوستم داشت هیجان باشه او را من همیشه دوست دارم که انجام بدم و همین باعث شد که من ژورنالیسم بخوانم و دوست داشتم فعالیت کنم، دوست داشتم یگان وقت یک شوخی هم بکنم، یگان وقت دوستای مرا میگه که پیش فهیمه چیز نگویم به خاطر که پلیس است. همین کارهای تحقیقاتی، همین که جستجو کنم، یک چیز پیدا کنم، در هر چیز یک دلیل پیدا کنم، در هر چیز یک ثبوتی پیدا کنم، کنجکاو هستم. بل به همین باعث شد که من ژورنالیسم بخوانم و پیش استادی که من میخواندم خدا مغفرتشان کنه به شهادت رسیدن و یک دوره خیلی خوبی بود گذراندیم و بعدم در دفترشان کار میکردم. اتفاقا یکی دوست مجلس هم جایی که لازم بود ما رو فرستادن به می خاطر، ولی خب بعداً بعضی مخالفت های فامیلی پیدا شد، بعضی شیطانی بازی و اینا شد دیگه، اجازه ندادن که ما ایران بخوایم فعالیت داشته باشم در این قسمت. ولی خب آرزوی می بود که ما بیایم روز آمریکا و اینجا آزادی خود داشته باشم و بتونم او رقمی که دلم میخواد قلبم میخواد فعالیت. البته آزادی مشروع. دوستان شما میبینین که فهیمه جان نازنین ما چی زیبا ملبس با لباس بسیار مقبول آراسته، همیشه در برنامه هایشان که ما دیدیم بسیار با زیبایی، با سنگینی، یعنی با شخصا من خودم به صفت یک خانم افغان بالایشان افتخار میکنم که خدای نخواسته باز در کامنت نوشتن نکنین که فهیمه جان گفت که من آزادی خود بگیرم. آزادی بیان
بیان، آزادی که بتانن فعالیت های خود ادامه بدن. به خاطر که یک کمک فهیمه جان همی سوشیال میدیا یک قسم شده، دوستای ما پیش از این که یکی میگفت که خانه کسی یک طفل تولد شد، گفت نامش چی ماندی؟ گفت خدای یک دفعه اون نفر خدای بردی اصل نامش مانده بود. اون نفر گفت استغفر الله توبه، گفت که تو چی میگی؟ تو خب کفر میگی؟ او بیادر گفت من خب به بردی گفتن بان. این حال سوشیال میدیا تقریبا به امن نه، یک تعداد محدود پیش از اینکه یک جمله را مکمل بشنوند در شروع وقتی که یک چیز را شنیدن باز ببینی که یک کامنت میته که متاسفانه باز با برخوردها و سخت گفتنی های دیگران مواجه میشن که کامنت های سخت از دیگران بر خود میگیرن. خب من فکر میکنم یعنی خب همین مشکلشون همین است که سریع قضاوت میکنن، یعنی جمله را کامل. من اتفاقا کاش که میتونستم متن بنویسم. حتی دیروز یک برنامه را من گوش کردم که درباره موضوعات دینی بود که یعنی در قرآن شریف چی آمده، چه رقم معنا کرده. اگه قرار باشه یک تیکه اولش بخونن یک معنای خیلی خراب میته، ولی کلا کامل که میخونن خیلی درباره نماز و این گپا بود. و حالا اینا مثلا البته از یک جانب قضیه ما برشون یعنی حق میتون به خاطر کسایی که به اروپا یا با آمریکا بیشتر به اروپا سفر کردن متاسفانه از این آزادی یک چیز دیگه درست کردن. یعنی هر کاری که دستشون می انجام میتن و نامشون میمونه که ما آزاد شدیم. ما یعنی خدا اون رقم آزادی نمیخوایم از خداوند، همین که آزادی بیان، همین که بتونم استاد شوم و اون رقم که دلم میخواد به ملتم، به مردمم، مخصوصا به قشر خانمایی که بیشتر آسیب میبینن بتونن فعالیت داشته باشم. از آسیب صحبت کردین فهیمه جان. این صورت زیبا، این صورت مانند ماه میدرخشد دوستای عزیز، صورت فهیمه جان نازنین ما اصلا به زبانم نمیآید که من همو به اصطلاح داستان گذشته فهیمه جان با کمال معذرت که من یاد کردم امیل از من متحقن هستم میفهمم که امو داستان پیشوری نظرشان میگذره، ولی من متاثر هستم که چون یاد شد از کار زن، از فعالیت زن، از چالش های زن، ناگزیر شدم که باید سوال از فهیمه جان پرسان کنم که فهیمه جان این صورت زیبای مثل ماه شما این با چی برخورد شما مواجه شدین؟ خب من خب یک حادثه اسید پاشی بود که تضاد بر این پاشید. ازدواج به حساب شوهر که از جدا شده بودم من، یعنی چقدر صلاحیت سر من نداشته او آدم، جدا شده بودم ما 2 سال قبل از این حادثه. اینا این کار انجام دادن سر من و بیشتر یعنی 2 دلیلی که داشت. یکی من نمیخوام خیلی اوپنش کنم، یک موضوعشه همین که بعضی موضوعات مذهبی بود که اونا یعنی همیشه هر کاری که به حق میکرد باز میگفت من با جمع فلان دخترای فلان مذهب من این کار کردم، یعنی یک عقده‌ای بود که همیشه در دلشان بود. و دلیل دوم این بود که من یک اشتباهی که من میکردم این در زندگیم همیشه ای که چیزی که پلان و برنامه‌ای که داشتم مثلا با دلم نمیتونستم نگه دارم. حالا مثلا آدم اگه شوهرش باشه مثلا میگه که من فلان برنامه را دارم، ولی اونها حق صلاحیت نداشت که ما برنامه‌های بعدی ما بر از اونا بگویم. ولی به عنوان یک دوست، به عنوان یک کسی که مثلا پدر اولادم بود من میشیشتم. یعنی بعد از اینکه زندگی شما امی زندگی مشترکتان ختم شده بود، بعد از اون شما مشوره میگرفتین از اونها؟ خب میآمد در خانه میآمد به خاطری که آدم زورمند بود، من نمیتونستم مانع شوم. میآمد به بهانه‌ای که من دیدن بچه میآیم و میآمد خلاصه نان و غذا، چون دستپخت من خیلی خوش داشت، غذای معمولا غذای یعنی ایرانی و پخته میکنم و خیلی کلا سر آشپزی کوشش میکنم. نمیخوام تعریف کنم، خب تعریف بود که دیگران میکردم. بله یعنی من چون زیاد کوشش میکنم همیشه میگفت که فلان چیز پخته که من میایم خانه، باز میشیش چای میخوردیم، نان میخوردیم، بچه خودم میدید و خلاصه میره. بعد من در جریان قسم میکردم چون مثلا همیشه دوستشم کسی دیگه نبود، من در فامیلم کلا مزار شریف بود، من کابل بودم و میگفتم من فلان برنامه دارم، من روز برم آمریکا بخوایم، روزی که برم یعنی فعالیت های خودم شروع میکنم در قسمت خانم‌ها، در قسمت حقوق بشر، در قسمت حقوق زن و میخوایم ثابت کنم که یعنی دفاع کردن چی است. این مسائل برنامه‌ای که من در آینده داشتم همیشه برشون قسم میکردم و یا خب بعضی‌ها را شیطان در جلدشان میره متاسفانه، یا اینا میره شاید فکر میکنن که خب این که بره حتما
کارهایی که ما در حقش کرده انتقام، مثلا یک روز شاید از انتقام بگیره، شاید به قدرت برسه، شاید به یک جای برسه و ما پیشش چون هم پشت کار که شما داشتین بله. میفهمید که شما واقعا بله. یک روز میتونین به هدفتان برسید. 100% همینا این دو موردی که بسیار باعث شد که اینا این کار بکنه ای بود. ولی خب گذشت ولی من خدا را شکر میکشم که هنوز مستحکم هستم، هنوز استوار هستم و خداوند یک لطف و مهربانی که در حق ما کرد که خداوند یک لطف کرد که این بلای خیلی کلانی بود که سر ما قرار بود اینا بیارن. این حادثه در کجا اتفاق در افتاد؟ کابل انجام دادن این کار. من آمریکا آمده بودم و برنامه‌ای که بر ما یک سری گپ‌های دروغ و فریب و اینایی که دادن، گفتم بیا افغانستان، ما توبه کردیم، دوباره می‌خوایم با هم ازدواج کنیم. ما بعضی موضوعات دروغ و گپ‌ها رو گفتن، داستانش خیلی طولانی است ولی هم خلاصه بگویم که من باعث شد که من برم و اصلا موضوع نکاح و ازدواج دوباره و گپ اصلا فقط یک عقده بود. فقط یک عقده بود، یک دروغی مرا به افغانستان کشاند که بتونه این کار در حق ما بکنه. و ولی با وجود ای که این کار زشت، این کار ایوانی، ای که اصلا کار انسانی و انسانیت نیست، صورت آفریدگار ما در مجموع تمام جهان خالق منان ما خلق کرده، ولی صورت خودشان ساختن. ببینین که با صورتی که خالق منان ما بر ما و شما تحفه داده ساخته، بیاین این در کدام دین و در کدام مذهب، در کدام آیین، نه در آیین اسلام نه در آیین انسانیت، در هیچ کدامش نگفته که صورت یک زن زیبا را به یالت بکشانه. شوهرش فکر میکرده که شاید اگر او صورت فیمه سرفراز تیزاب بپاشه، فیمه را شکست بده، ولی این را نفهمیده که فیمه یک قلب قوی داره. فیمه یک خانم قوی است که امروز از قبل به مراتب فیمه تانسته که خود به جایگاه و به اهداف که داشته برسانه، بدون از اینکه در نظر بگیره که صورت زیبایش به چی حالت رسیده. به هر ترتیب فیمه جان، شما یک الگوی خوب برای خانمای افغان هستین. خانمای افغان که متاسفانه در هر گوشه دنیا مورد خشونت‌های خانوادگی قرار میگیرند که یگانه دلیلش، یگانه عاملش عدم سواد است، مهاجرت های بیرونی است که تاثیر منفی گذاشته بالای مردم ما. ولی امروز فیمه جان الگوست برای خانمای افغان. امروز فیمه جان با صورت و سیرت زیبا در برابر دوربینای رسانه ها حاضر میشه و با یک خنده زیبا، با یک چهره بشاش که هر قدر غمی که در قلب خود داره او رو در قلب خود دفن میکنه، میگذاره، ولی بر ما و شما به لبای ما خنده میاره. این هم خودش یک شهامت و شجاعت میخواه. شما قهرمان هستین فیمه جان. تشکر جان، سپاس. بله دوستای عزیز، در رابطه با کارکرده و فعالیت های فیمه جان بازم میریم یک مرور می داشته باشیم به کارهایشان در امریکا که فیمه جان با اهدافی که آمده بودن در امریکا، در کشور امریکا چطور تانستن که تا به حال بتانن یک خانم موفق افغان در بین افغانا و غیر افغانا باشن. و خوشبختانه فیمه جان مشاور دفتر روابط افغانستان امریکا در امریکا هستن. اینا در کالیفرنیا زندگی میکردن اگر اشتباه نکنم. ویرجینیا آمدین، میشه که در رابطه با سفرتان به ویرجینیا بگوین، باز انشاءالله صحبت های ما ادامه داره. خب من فعلا خانه کالیفرنیا هست، در لس آنجلس زندگی میکنم و خیلی، یعنی در اوایل خیلی شرایط سختی رو گذراندم تا که تانستم خود از سر حال بگیرم و از این مشکل به هر حال آسیبی که بر تداوی آمده بودین اول که آمدین؟ من در کیس اسایوی آمده بودم، کدام کار میکردم. بله، که بعدش که رفتم باز یه حادثه شد و دوباره برگشتم و حالا فعلا خانه کالیفرنیا است، در لس آنجلس زندگی میکنم و خواستم خب این برنامه‌ای که ما آمدم به ویرجینیا و یا که برنامه سفری که داشتم، خب من منتظر از این بودم که یک کسی باشه، چون به هر حال یک انسانی که
قلبش بخواه که به یک جایی برسه و یک هدف داشته باشه، یک هدفی داشته باشه و ذهنیتی را داشته باشه که همیشه خدمت کنه به مردم و بتونه که یک الگویی در جامعه باشه. به هر حال هیچ کسی نمیتونه مانع راهش شود. بله. و همین حادثه بلکه مانع راه من نشد. درست است یک کم واره لیت کرد، مثلا 1 سال 2 سال واره عقب ماندم، نتونستم این کارو بکنم، ولی حال پیشرفتی که حال دارم در 1 ماه 1.5 ماه یا 2 ماه شاید در 3 سال اگه مسائل ما می بودم نمی داشتم. همین باعث شد که همین حادثات باعث شد که یعنی ما بیشتر مثلا مردم به ما توجه داشته باشند، دوستم داشته باشند و بخواین که بدون از ما دوست داشتن نیست، اینقدر نازنین هستین، بخواین همکاری بکنن. و من برنامه که یعنی پشت از این بودم که من بتونم یک کسی رو پیدا کنم که من حمایت کنه، کمکم بکنه که من بلند شم. به هر حال ضرورت به این داشتم که کسی باشه که دست من بگیره و دست به این معنا نیست که باز بیننده بکنم رای کج ببرن، به این معنا که حمایتم بکنه. بله. که بتونم برخیزم. و با یک دفتری که دفتر روابط افغانستان و آمریکا که مسئولش آقای محمد صابر ناصری هست، ما از یک طریق با اینا آشنا شدم، ما با اینا تماس گرفتم با ایشان و جالبشی بود که ما یک خیلی در وضعیت همون روز خیلی یعنی جنون بودم، میفتم باید ما یک رای را پیدا کنم که بتانم بلند شوم. ما پست آقای ناصری را دیدم و برشان مسیج ماندم، گفتم که شما یا شعار میتین یا عمل هم میکنین. خیلی هم تا متن خشن نوشته کردم که شما یا تنها شعار میتین یا عمل هم میکنین. که باز اینا در تماس شدم، خلاصه گفت نه هر کاری باشه من انجام میتونم. بود برشان استوری خود گفتم و وضعیت که درش بودم برشان گفتم. باز اینا بسیار علاقه‌مندی خوب نشان دادن، گفتن که ما به عنوان یک مرد افغان یعنی حمایتت میکنم. و اهدافتان حتما گفتیم که ما میخوایم که بله اهداف خدا گفتم که من این اهداف دارم که میخوایم یک روزی الگو باشم بر تمام خانم‌ها در سطح جهان و بتونم یک حمایتگر قوی که از دل و جان یک حمایتگر قوی باشم علیه مبارزه علیه خشونتی که جریان داره، مخصوصا در قشر خانم‌ها که خیلی آسیب پذیرتر هستند. و اینا برنامه‌های ما رو شنیدن و علاقه‌مندی به این نشان دادن که حتما ما کنی نهایت کوشش خودم میکنیم که بتونیم بر شما کار انجام بدیم. و همین باعث شد که اونا با مشاورینی که داشتن مثلا جلسه بگیرن و همین مشورشان که مرا به اینجا بخواین و حمایتم کردن که من اینجا آمدم تا تونستم کارهای ما تا بالا پیش ببرم. بسیار خوش آمدین و آرزو دارم که همیشه در کنار هم باشیم، دست به دست هم کار و فعالیت داشته باشیم. فهیمه جان، خودی امی دفتر که ایجاد شده وظیفهش چی است؟ چی کارهایی را انجام میتن و خودت به صفت در کدام بخشش میبخشید بر شما وظیفه داده شده؟ خب در شروع که اینا دفتری که دفتر روابط افغانستان و آمریکا یک پل ارتباطی بین پارلمان افغانستان و پارلمان آمریکا هست که اینا فعالیت بر جمع کل افغانا دارن. یعنی میخواین یک جوری فعالیت داشته باشن که بتونن صدای مردم افغان بلند بکنن و درد و غمی که دارن به هر حال به نحوی بتونن کمک بکنن. که فکر میکنم در قسمت وودبریج دفترشان اونجا هست و تصمیم گرفتند که مرام به عنوان یکی از مشاورینشان که در بخش حقوق زن فعالیت داشته باشم. براتون تبریک میگم. زنده باشین. تشکر. همچنین پسترم بر من دادن. بسیار عالی. و آرزو دارم که همیشه هر گامی که شما در زندگیتان میگذارین، چون یک خانم فعال هستین، یک خانم هستین که روی یک هدف کار میکنین، به اهدافتان شما برسین و انشاءالله انتظار داریم که حمایتگر بسیار خوب و قوی برای خانمای افغان باشین. تشکر جان، سپاس. دوستای عزیز، میگه من آن بید ضعیفم که ز ارباد بلرزم. من آن بید ضعیفم که ز ارباد بلرزم. دخت افغانم. اگر همکار تکنیکی ما لطف کنن این آهنگ به دست نشر بسپارن که همه با هم یک جا بننده باشیم، بسیار ازشان ممنون میشم. انشالله با ما باشین و برنامه را
تعقیب کنین. نیست شوقی که زبان باز کنم، از چی بخوانم من که منفور زمانم. چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شب که زهر است به کامم. وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیست غمخوار مرا در همه دنیا که بنازم. چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بید ضعیفم که زهر باد بلرزد. دخت افغانم و برجاست که دایم بفغانم. یاد آن روز گرامی که قفس را بشکافم. سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم. غم ناکامی و حسرت که حبس ساده همومون بباید به دهانم. دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت. من پربسته چی سازم که پریدن نتوانم. که چی دیست خموشم نرود نغمه زیادم. زان که هر لحظه به نجوا سخن از دل برمانم. من نه آن بید ضعیفم که زهر باد بلرزد. دخت افغانم و برجاست که دایم بفغانم. یاد آن روز گرامی که قفس را بشکافم. سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم. من نه آن بید ضعیفم که زهر باد بلرزد. دخت افغانم و برجاست که دایم بفغانم. یاد آن روز گرامی که قفس را بشکافم. سر برون آرم از این عزت و مستانه بخوانم. آهنگ شنیدیم. آهنگ خوب بود. انشالله که همه ما شما لذت بردیم و آرزو دارم که شما از داشته های برنامه ما
لذت برده باشیم. با وجود از اینکه من میفهم برنامه بود که در پلوی خنده های شیرینه که داشت، تلخی های خود هم داشتیم از سرگذشت فهیمه جان که بر ما قصه کرد، دردآور بود و واقعا که قلبای همه ما و شما را به درد آورد. خب فهیمه جان، شما وقتی که از کالیفرنیا به خیر آمدین اینجا فعلا میخواین همکاریتان با دفتر افغانستان امریکا از راه دور ادامه بدین یا نه که مقیم میشین در ویرجینیا؟ خب ما یعنی یک سروی که کردیم، یک معلوماتی گرفتیم، بهتر است که همینجا باشم. یعنی برنامه دارم انشالله که حالا که فعلا بر چند روز آمده بودم و دارم یک جستجو میکنم به خاطر بعضی موضوعات خانه و گپایی که ما بتونم اینجا ترانسفرشون بکنم و اینجا کوچ بکنم. همینجا باشم، بتونم از نزدیک فعالیت داشته باشم و دوستای خیلی فعال و خوبی اینجا شکر خدا پیدا کردم در همین چند روز. بتونم کلا یعنی برنامه اینجاست که انشالله بیایم همینجا کوچ بکنم. با امید موفقیتتان که همیشه موفق باشین. به عنوان آخرین پرسش، اولی که اگر سوال من نکرده باشم و شما در دلتان است که باید گفتنیایی داشته باشین، او را شریک بسازین و پیامتان چی است برای مردم افغانستان؟ خب تشکر از شما. کاملا چیزی که سوال بود و چیزی که حرفای گفتنی بود گفتم و پیام ما این هست بر مردم افغانستان که بیایند خاتمه بدن به ظلم، به خشونت. حالا گفتم، ما در اولم گفتم ما یک جنس خاصی را تعیین نمی کنم. حالا شرایطی هست که متاسفانه دخترها هست حق مردا ظلم میکنن و مردا در حق دخترها ظلم میکنن. متاسفانه باید به همین خاتمه بدیم و بتانیم کلا که ما یک دست اتحاد باشیم و مخصوصا متاسفانه قوم پرستی بیداد میکنه. حالا غیر از خشونت دختر و بچه یا بچه و دختر، متاسفانه قوم پرستی بیداد میکنه. یعنی ما از کسایی که همیشه همیشه میگن که ما باید قوم پرستی و نجات پرستی نکنیم، ولی ما خودم در همین هفته متوجه شدم که خیلی یعنی هنوزم فقط یک شعار است. متاسفانه بریم همه ما متحد شویم، یک دست شویم، نژاد و قوم یعنی که فرق میمانیم بگذاریم کنار بگذاریم و همین ما یک دست شویم تا بتونیم یک افغانستان خوب، یک افغانستان آباد بسازیم و همه ما یک دست باشیم. و امیدوار هستم که دیگه خشونت جریان نداشته باشه، مخصوصا خشونتی که یعنی این باید قبول کنیم که متاسفانه در بخش بر علیه خانوما خیلی زیاد است. در صدها اسید پاشی هست که پنهان است. من خودم چشم دیدی که من خودم داشتم که من یعنی تقریبا همون زمانی که من بچه‌ام به افغانستان بردم بر پدرش، اتفاقی کسی نمیفهم، یادم نیست، فکر میکنم در فیسبوک دیدم که خانمی در شفاخانه استقلال بستر است بر اسید پاشی و من همین حسی که من دردی که خودم کشیده بودم باعث شد که من برم ببینمش، ملاقاتش برم و اونجا دیدم که 3 خانم دیگه هم هست و از همون خانم ها میخوایم صدای خود بلند بکنن و بشینن بگوین دردی که کشیدن، رنجی که کشیدن ایرا پنهان نکنند و اصلا هر کسی که به هر نوع، حالا اسید یا یک بلای دیگه یا هر چیزی که هست، خشونتی که علیهشون میشه، صدا بلند بکنن. این عیب نیست، زیبایی است. خداوند مهم خداوند است که یک زیبایی خاصی برای یک بنده خود میده، ولی متاسفانه یک سری انسان‌های جاهل میای مداخله میکنن و او را ازش میگیرن. پس این عیب نیست و بیاین صدای خود بلند بکنن و همه یک دست شویم. و یکی از پلان‌های یعنی خیلی چیزی که من سرش اصرار دارم میسته که آرزویی که دارم که من یک روز بتونم یک بنیادی درست بکنم که بتونم غیر از یک حمایت از خانوما باشه، مخصوصا کسایی که همچین خشونت‌های علیهشون میشه، حالا به هر حال یک اعضای بدن خود دست میتن یا یک ظلمی که آتش سوزی یا همین اسید پاشی، بتونیم یک حمایتگر خیلی قوی داشته باشن که یک روز بگوین که خیر است، چون من خیلی شرایط سختی رو گذراندم و من به خاطر مجبوریتم واقعیتش یعنی این حقیقت است که دست پیش خیلی دراز کردم و شرایط بدی که در زندگی داشتم مجبورم ساخته بود. من میخوایم یک روز یک بنیادی داشته باشم که دیگه مردم کسی پیش تک تک نره کمک بخواه، ما بتونیم کمکش بکنیم و بتونیم صدایشون رو بلند بکنیم و حمایتگر قوی شه. او زمان است که من یک نفس راحت میکشم. یکی از آرزوهایم همین است و امیدوارم که افغانای ما یا مردمی که در آمریکا هستن این درد میتونن درک کنن و صدای مرا بشنون، در این قصد من حمایت کنم.
انشالله. خیلی آرزوی همچین چیزی را من دارم، امیدوارم که برسم بهش. با سپاس فراوان از فهیمه جان سرفراز که دعا میکنیم همیشه سرفراز و موفق باشن و به آرزویی که دارن خداوند با آرزوهایشان برسانیشان و روز شب که دستگیر و حمایتگر برای مردمای فقیر و بی‌بضاعت و مردمای افغان ما یا غیر افغان که با خشونت های مواجه شدن یا به یک طریق عضو بدنشان ناقص شده یا عضو بدن خود از دست دادن، اینا کسی باشن که بتانن به آرزوی خود برسن و بر از اونا کمکای بکنن. خدیر قدرمن و لیدونکو امدا استاد بوی چې ما مخکلی جامعه غوسته ده کنه، زما جامعه فهیمه جان زما جامعه مخکلی ده کنه، زما خو وخت ده جولری ده زمونږ دا زمونږ پښتانه خلک یا هزاره خلک ازبکان چې اغوندي امغه رقم کاریز ما ډیر خوښیږي او زه غواړم چې امغه ستایل په امریکا کې زیاتره وساتم د ځان سره. زه چیرته چې د پروګرامونه کیږي افغانستان سفارت کې یا بل ځای ته چې زه ځم بیا زیاتره زه ګند افغاني اغوندم، زما ډیر خوښیږي. همدا اوس ماته یو مجله راورسېده، نن راته راورسېده، د مجلې نوم دی لمر، څومره ښایسته نوم ورته ورکړی ده او دا مجله چې دا زمونږ د هېواد تکړه ښځې د هغو په زحمت باندې د هغو په تلاش باندې دا مجله دومره ښایسته صحافت لري دا په مختلفو ژبو باندې. بیا کېدای شي چې یوه بله پروګرام کې د مجلې په باره کې زه خبرې وکړم. دا مجله چاپ شوې ده، دا یې لومړۍ شماره ده. شکیلا جان زدران څخه د زړه د کومې څخه مننه کوم چې د نیویارک نه دا مجله ماته رالیږلې ده او نن زمونږ درانه خور ناجیه جان زمونږ دفتر ته راغله او دا توفه ماته راکله. ډیره مننه کوم، دعا میکنم که همیشه موفق باشین خانمای افغان در هر گوشه دنیا که هستین با کارا و فعالیت های چشمگیری که شما دارین. به خصوص شکیلا جان زدران خانم هستند که همیشه برای فقرای افغانستان در شرایط بسیار ضیق، برای یتیما، برای بیوزنا، برای آسیب دیدگان جنگ، برای آسیب دیدگان سیلاب، هر حوادث طبیعی که رخ میده به اندازه توان خود اینا از سالیان زیاد خدمت میکنن، به مردم ما کمک میکنن. قلبا تشکر میکنم شکیلا زدران از توفیق بسیار گرانبهایتان و یک بار دیگه از خودت تشکر میکنم فهیمه جان سرفراز. تشکر جان، سپاس از شما. دیگه انشالله کوشش میکنیم برنامه های بعدی با شما را با خود داشته باشیم و شاید هم کوشش میکنیم که یگان برنامه به نام برنامه حقوق زن، یگان برنامه های دیگه فهیمه جان همکار ما باشن، همکار مطبوعاتی ما، به خاطر که اینا یک ژورنالیست هستن. تا برنامه های بعدی که بازم خواهر مسافر شما پروین رحمتی با تیم مطبوعاتیش در خدمت شما قرار میگیریم. همه شما را به الله منان مسپاریم. خداوند یار و یاورتان. لایک ها، کامنت ها و قلبک هایی که میگذارین در برنامه فراموش نکنین و یک موضوع دیگر باز میخوایم که یادآور شم، به خاطر نمیخوایم فراموشم شود، از صفحات اجتماعی که برنامه های ما را همواره همراه ما کمک میکنن و در نشرش هیچ نوع ممانعت ندارن. قلبا تشکر میکنم. شاد باشین، موفق و کامگار. فهیمه جان تشکر. تشکر از شما، تشکر از بیننده‌های عزیزم. واقعا جهان سپاس از اینکه گوش دادن به حرفهای ما و امیدوارم سرفراز و پیروز باشم. الهی آمین. وقتتان بخیر.